عربستان سعودی در سال 2024 برای سفر شهروندان تاجیکستان به حج قریب 7000 کوتا جدا کرده است. مجله دین و جامعه نشریه رسمی کمیته دین حکومت تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 8 ژانویه سال 2024 رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سلیمان دولتزاده در دایره سفر کوریش به شایگری عربستان سعودی در شهر جده با وزیر حج و عمره آن کشور توفیق الربیع ملاقات کرده است. در جریان واخوری مسائل مربوط به همکاری در ساحه حج و عمره مورد بررسی قرار داده شده. همزمان میان دو جانب سازشنامه درباره همکاری در ساحه تشکیل حج موسمی سال 2024 به امضا رسید. ضمناً کشور میزبان حج امسال طبق ترتیب حصه شهروندان جمهوری تاجیکستان حدود 7000 کوتا معین نموده است. خبر داده است نشریه کمیته دین تاجیکستان بعد فرو نشستن پاندمی کرونا ویروس و اثر گرفته شدن سفر حج طوری به نظر می رسد توجه ساکنان تاجیکستان برای سفر به مکه و مدینه خیلی زیاد شده است. طی یک سال آخر 10000 نفر از ساکنان تاجیکستان برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کردند. متاسفانه نرخ‌های به صورت خیلی بی‌انصافانه بلند شده شرکت‌های مسئول تشکیل حج عمره در تاجیکستان باعث شد که هزاران نفر از شهروندان جمهوری از طریق کشورهای دیگر اساساً توسط ازبکستان و روسیه به حج عمره بروند. شرکت‌های تاجیکستان بعد از دست دادن هزاران مشتری بالاخره مجبور شدند که نرخ خود را نسبتاً پایین بیارند. معمولاً مقامات عربستان سعودی ایساها یا کوتاهای حج فرضی را بین کشورها برابر 0.1% اهالیشان تصدیق می‌کند. اهالی تاجیکستان الکی به 10 میلیون نفر رسیده است و می‌بایست کوتاش برای حج فرضی یا اساسی نیز به 10,000 رسانیده شود. اما عربستان سعودی چند سال باز با بهانه‌های گوناگون درخواست بالا بردن ایسای تاجیکستان را صرف نظر می‌کند.